در همین ماه شریف رمضان همتون خواهش میکنم که مرا کمک کنید به خاطر خدا. شاید امو 1 سومان شما یا 10 سومان شما سبب میشود که من در بالای سر فرزند السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، پروردگار نگهبان هر یک به شما باشه، چون همیشه با شما هستم، دوست شما، برادر شما بابا جان. الحمدلله که مقصد با یاری پروردگار و دستگیری شما دوستان عزیز، شخصان خیرخواه خیلی نیازمندار الحمدلله در این ماه شهر رمضان کمک رسانده ایستادیم. ان شاء الله آهسته آهسته ویدیوهای هر یک کدومش میبریم، میبینی مقصد که چقدر هم در کارتایی که شما میمونن مقصد شما خیر میکنی رسیده ایستادن. ان شاء الله مقصد در حق هر یک کدوم شما شخصان دست به خیر ان شاء الله دعا کرده ایستادن. مثل همیشه باز یک خواهر مقصد رنجور، خواهر معیوب که از یک گرده مونده است، یک گرده دیگه پوسیده ایستاده است، یک فرزنده که خرد سال داره در این ماه رمضان با ما مقصد مراجعت کرد به خاطر الله گواه بابا جان اگر امکانیت باشه 1 روبل و 10 روبل جمع شه من راضی هستم تا که خطیب همو گرده که مقصد اوج پوسیده ایستاده های همه کمک که واسطه نوید کنم تو همین فرزندک ما کلان کنم بیچاره در خونه مادرش هم کسلی است. ان شاء الله ویدیو رو میمونم میبینی. مثل همیشه بگذار طلبنده هم بگم چیزی میگن از هر یک کدوم شما دوستان عزیز برادران مهربان خواهش میکنم به خاطر الله 1 روبل 10 روبل در این ماه شریف رمضان به خاطر الله اگر بتونه در همین کارتک خواهر میمونم رقمای تلفن تاجیکستان شم، رقمای دوگانه شم که در همین مسکو ان شاء الله رقمای دوگانه شم، رقمای کارتای دوگانه ش برادر عزیز، برای که خواهر هم کارتای تاجیکستان داره هم کارتای مقصد این دوگانش ای مسکو ان شاء الله کارتای هر چه میمونم التماس بتونه به خاطر الله کدوم در تاجیکستان در کدوم دولتی که نباشه همین خواهرچه ما نامش سنم است به خاطر الله یگان سوم یاردمش کنه که تو همین خواهر جان بالنی سر او یگان کمک توبت کنه تا همو هیچ نیم فرزنده که خردسال خچه با ویا برسونه ان شاء الله. و اون خاطر گپ زیاد نمیکنیم. پروردگار در این ماه شریف رمضان خیری هر یک کدوم شما رو به درگاهش قبول بگردونه و خدا در نامه اعمال شما مثل خیر جارعه نوشته بگردونه. و اون خاطر در حق ما دعاگو باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ویدیو را تماشا کنید. خدا نگهدار تو. السلام علیکم برادران اهل اسلام. من یک زنی تاجیک سال تولدم 1994 از بیماری گرده بسیار عذاب میکشم. قریب هر ماده به نسای قربولا میگردد. در تمام بنیسا خواه کردم، طبابت کردم. سال 2014 یک گرده مرا گرفتن. یک گرده دارم امورم چند بار اپراسیون کردگیم با شلنگ نفس میده. یک ماه پیش در بنیسا خواب بودم، جوابم دادن گفتن دیگر گرده حرکتی نداره که کار کنه، باید گرده بمونیم. ای خونمون آیله موندم، خونمون موافق نیومد که مرا گرده بود. من یک دخترچه خورد دارم که 10 ماه حاضر راه گشته نمیتونم. یک ماه پیش بنیسا رفتم، جواب دادن گفتن که یک گناه راش همیه که باید پیوند سازی گرده شویم. خطر ندارم. در همین ماه شریف رمضان همتون خواهش میکنم که مرا کمک کنید به خاطر خدا. شاید امو 1 سومان شما یا 10 سومان شما سبب میشود که من در بالای سر فرزند میمونم. کدامی که نمیتونه در حقم دعا کنید.